سلام بچه، حالتون چطوره؟ امروز من با دو تا کد DNS خفن و یک برنامه بجز DNS خاکستری و اون آبی که برای iOS یه برنامه دیگه معرفی کنم که بتونیم این کد DNS ها رو روش اجرا کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. قبل از هر چیز لایک و ساب فراموشتون نشه، اون زنگوله رو بذارید که هر وقت من ویدیو گذاشتم با خبر بشید. حالا بریم سراغ ویدیو. برنامه ای که میگم به جز DNS خاکستری که همتون دارید و یا اون DNS آبی که برای iOS یه برنامه دیگه است به نام رادار پلاس یا رادار گیم که داخل گوگل بنویسید براتون میاره که عکسش هم براتون میذارم. بعد از دانلود اون وارد برنامه شید و برید در اون قسمت DNS و کدهایی که در سطح ویدیو براتون نشون داده میشه رو اونجا وارد کنید. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. یه دونه GFX طوله با اگه اشتباه نکنم ZX نمیدونم چی. آها، همون GFX حاجی بند داره، حواست باشه. والا رو اکانت اصلی چیزش نکن، من اکانت قبلیم بند شد حیف شد. بند میکرد. Awesome. Good job! کد DNS اول رفتم حاجی. Watch out! کد DNS دوم Awesome. باریکلا.